توی گوشی شیائومی قابلیتی هست به اسم سکند اسپیس، یه فضای دوم. میتونید اطلاعات خیلی شخصی خودتون اونجا داشته باشید بدون که کسی دسترسی داشته باشه. یه فضای گوشی هوشمند متفاوت داشته باشید. بریم بهتون نشون بدم چجوری باید فعالش کنید. ببینید الان فضای اول گوشی منه. میرم داخل ستینگش، اون تنظیمات، اینجا گزینه داریم به اسم اسپشیال فیچرز یا ویژگی‌های خاص. نوشته سکند اسپیس یا فضای دوم. اینو انتخاب میکنم، روشنش میکنم. از من میخواد پسورد بهش بدم. پسورد اصلی دستگاه من 1 2 3 4 5 6 اینو میزنم. یه پسورد دیگه میدم برای فضای دومم. من میزنم برعکس پسورد اصلی. شما هر چی دوست داشته باشید میتونید بزنید. این الان فضای دوم منه که اصلا هیچ چیزی که تو فضای اولم هست نیست. حالا چجوری فعال میشه؟ صفحه‌مو که قفل کنم. میخوام قفل صفحه رو باز کنم. پسورد اصلیمو بزنم 1 2 3 4 5 6 میره فاز اولیه. حالا صفحه‌مو قفل میکنم. قفل رو بخوام باز کنم بزنم 6 5 4 3 2 1. پسورد دومی هم که خودم هر چی میتونه باشه تعریف کردم. میره فضای دوم که سکند اسپیس. هیچ کس هم اینجا چی نمیبینه. خیلی سریع رمز هر گوشی که خواست. سلام بچه، خوش اومدید به یک